این را شهر دهید. من در بازار کار میکنم، سوداگر شده. برادرم نیز سوداگر است، لیکن شرایط خیلی خوب دارد. حتی خانه هایی دارد که مردم اجاره می نشینند. من که دادر وی هستم در شهر اجاره می نشینم. با او گفتم یک خانه را بر من ده، آهسته آهسته پولش را می گردانم. وی رد کرد. با این خیل برادر چگونه معامله کنم؟ حال آنکه مخلص کسیته های شما هست و دائم گوش میکرد، از روی اسلام گوید که آیا این برادر من هست یا نه. پیغمبر خدا میگوید، این حدیث متفق علیه است، همه راویان حدیث در این اتفاق دارند که حضرت انس میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. حبیب خدا چی سخنی بهترینی گفتند. ایمان ندارد یکی از شما تا آن زمانی که برای خود آن چیزی را که دوست می دارد برای برادرش دوست ندارد. ایمان ندارد، گفت پیغمبری خدا، آن برادر و آن رفیق و آن همنشینی که از شما هست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می دارد برای تو دوست ندارد. اگر آن برادر برای خودش خانه های زیبا را دوست دارد و برای برادرش دوست ندارد، اگر اون برادر برای خودش نماز را دوست دارد برای برادرش دوست ندارد، آن برادر اگر شرایط خوب در خاندانش برپا کردن دوست دارد برای مردم دوست ندارد، و آن پیشواهایی که فقط برای بهتر کردن احوال خودشان کوشش کنن و لیکن به مردم دلسوزی نداشته باشند، اینها را حبیب خدا گفت ایمان ندارن. اینها گفت اگر ایمان می داشت و آن چیزی را که برای خودش محبوب بود برای برادرش محبوب می گردانید. این علامت بی ایمانی است. این گوش کردن کسیت دیگر است. ایمان داشتن دیگر چیز است. انسان باید مسلمان اصیل باشد. مسلمان می شوی، مسلمان اصیل شو، مسلمان راستین شو، مسلمان درویه نشو. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بودند. قومش بر او گفت ای یوسف، خدا تو را مددگار باشد، برای چی اینقدر تو روزدار هستی؟ آخر این انبارها پر از طعام است. بهترین شربتها در انبارهای تو هست، در خاندان تو یافت می شود. این انبارها و این خاندان تو پر از گندم است. صندوقها پر از طلا و پر از مال دنیاست. چرا تو اینقدر روزدار میگردی؟ حضرت چی جواب گفتند؟ کاش که این جواب امروز برادرای مسلمان ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتند از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتند اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم. اگر من دائم سیر گردم، اگر از تمام این نعمتهایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور می شوم که از حال گرسنگان فراموش می کنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب می کنیم، پروای برادرمان نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبری شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید شما غمگین باشین. این اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما
با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت کنه حضرت عمر یادم آمد، در زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنتی همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه ای که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه ای که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه ای که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت که از شکم عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم میگشت و میگفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پشت کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که اینما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادری خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما سبیل میماند، همه اینا باقی میمانند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید زر و نعمت اکنون بده کانی توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه که در بر داری، امروز اون کلیدها همه که سردار او تو هستی، اینا را کشاده کو به مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون زی فرمانی توست. وقتی تو مردی این کلیدها را دیگر کسا صاحب بشوند، این صندوق ها را دیگر نفر کشاده میکند. به دنیا توانی عقبا خری، میتوانی ای انسانی مالدار میگوید میتوانی که جنت خری. با این دنیا میتوانی که جنت خری. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف تا اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. خر میگه جان عزیز. من بسیار یک موسیفیت تجربه داری هست و میگوید من از تو ده عالم است و من از تو ده خوبتر میفهمم. بعدا حسرت میخوری، فایدت نمیکنه. هر کی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. میمری میرای. این خانه ها بابا مردهای دیگر می آیند، در اون خانه ها با دادرای زنت میشینند، دادر تو اجاره میگردن. السلام علیکم داملای عزیز. اگر مرده بالغ را با کودک یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده بالغ با کودک ها یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده که بالغ است، یعنی یک مرد مرد 40 ساله 50 ساله، در برابرش باید طفل دیگر آوردن، سال نو تولد شده است یا 1 ساله است یا 2 ساله است. اگر شما خواهید که هر دینها را یک جنازه کنین، اجازت میدهد شریعت، جایز است. مرد کلان از پیش خودت می ایستد و طفل از بری او، از پایانتری او می ایستد، این از پهلو از جسم بالا می ایستد، جایز است. اگر تنها اگر خواهید که جنازه کنین، این بهتر است گفتند. آیا آدمی به بالغ را 3-4 نفر را یک جایه چی؟ اینم درست است. اگر 3-4 آدمی که به بالغ رسیدن، یعنی از 12 بالا هن، اگر همه شما یک جنازه هم که خوانیم، اینم جایز میشه.
لیکن تنهاش بهتر گفتند، لیکن معنی را ندارد که یک جای خواندن اینها نادرست باشد. درست است. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است. البته کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت. در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی، من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن، خوش به حال ما. غیبت کنین این حال ما خوب میشود، نیکی های ما زیاد میشود. در اینجا چند برادرات میارن، من نمیخوانم اونها را. داملای عزیز، جمع پیغمبران چند تا هستند و چند تای او در قرآن هست. التماس نامهایشان را تکرار کن تا که ما از کسیته ها نوشته گیریم. و حضرت موسی سخن خدا را میشنید با گوشهایش یا چگونه سخنرانی هایش بود. خداوند در سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خداوند در این سوره نساء برای پیغمبر خدا حکایه کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم، بعضی از پیغمبرها را من برای تو قصه کردم و بعضی از پیغمبرهای دیگر را در قرآن نامشان یاد نکردم. یک حدیث خیلی طولانی در تفسیر ابن کثیر است که ابوذر روایت میکند، میگوید از پیغمبر پرسیدم از اول دنیا تا آخر دنیا چند پیغمبر آمد؟ حبیب خدا گفتند 124,000. گفتم چند تا این رسول بود؟ گفت 313 تا این رسول بود. این گونه روایت هم آمده است. لیکن در قرآن 25 تا او 25 پیغمبر نامشان ذکر شده است و خلاص. باقی اونها را خدا گفت ای محمد من برای تو قصه نکردم. من از تفسیر ابن کثیر نامه های اینها را نویساندم، میخواهم گوش اندازین. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یونس، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، ذوالکفل و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. انا این 25 پیغمبری که نام گرفتم اینها در قرآن آمدن. دیگر این 124,000 پیغمبری که پیغمبر ما با ابوذر جواب گفت، باقی اینها را خدا گفت من برای تو محمد صلی الله علیه و سلم قصه نکردم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما یک سوال داریم که یک گروه مخلصان شما جوابش را با پررگی میگردانیدید. التماس سوال ما همین است که در درون حمام غسل نماز جمعه را میکنی و با تنه لوچ طهارت کردن ممکن است یا نه؟ خواهش مرا رد نکنید، التماس بین ما جنگ شد.
و داد ما برس. یعنی در حمام وقتی شما رفته آبازی میکنید شما گناهگار میشوید. یقین دانید که شما از ثواب جمعه محروم شدید. وقتی اگر شما یک جایه در حمام رفتید، حبیب خدا گفتن زمانی میشود که مردها دیوس میشوند. گفت چی گونه؟ گفت زنهای اونها در حمام غسل میکنند. این حدیث های صحیح پیغمبرند. در حمام یک جایه وقتی که شما آبازی میکنید، ترک فرض میکنید، یعنی از زیر ناف تا زیر زانو که فرض است اینا که شما نمیپوشانید و اگر شما هم پوشانید و دیگرها که نمیپوشانند، این حالت در همه شما گناهگار هستید. اگر در همون حمام ها اگر شما تنها اگر غسل کنید جایز است، همون نامرهایی که ما و شما میگیم، اگر در اونها رفته غسل کنید جایز. لیکن در بین مردم با تنه لوچ وقتی شما غسل میکنید، این هم بی حیایی است، این هم بی شرمی هست، این هم البته گویم یک بی ناموسی هست که شما ترک فرض کرده ایستاده اید. از این خاطر غسل با تنه لوچ می شود. وقتی ما و شما غسل که کردیم، این حالت همون از طهارت ما و شما واقع می شود. لیکن کار کنید در حمام ها اگر یک جایه همگی باشد و با تنه لوچ نروید، شما گناهگار میشد. تنها باشد اجازت است. این فرمان شریعت است. من به شما حواله میکنم، اختیار دارید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. میگویند که در روز عید، خواهید رمضان خواهید قربان باشد، 100 دانه تخم دهی حساب یک چاروا ذبح کردگی میشود. آیا این درست است یا نه؟ این نادرست است. اگر 100 نه 1000 تخم که دهی برابر ذبح گوسفند برابر نمی شود. او ذبح دیگر چیز است. او خبر است با نص قرآنی است، با احادیث های پیغمبر خدا هست. با دادن تخم چاروا هیچگاه البته ذبح شده شما ثواب شده شریک نمی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردانید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه می‌دراید. پوشاک شستن یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوال مرا جواب گردید. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه ای که از ما خواهش میکنین، من از شما خواهش دارم که زنها را کم گوش کنین. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است. هیچ کدام اونها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم. من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش، اگر مرد باشید برادر باشید، همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت. اینا دلیل شرعی نمیشوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین، اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد از قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است. امور خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم اونها را گوش ناندازین. اینا همه دروغ هستند. چه روز سه شنبه میشوی، چه روز جمعه میشوی، چه روز چهارشنبه، همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و تنی صحت و دل بیغم را آرزو دارم. اکای حاجی میرزا، شما بگویید که در فصل زمستان مسجد محله ما خنک است. ما در همسایگی مسجد اقامتی میکنیم و من باشم از زبان شیرین شما شنیدم که اگر کسی در همسایگی مسجد میشیند و در مسجد نماز نمیخواند، نماز او حتی نماز نیست. در زمستان هم مسجد رفته نماز خوانیم یا در خانه. من حالا باشد نمازهایم را هر روز در مسجد میخوانم. التماس خواهش میکنم که سؤال مرا پر جواب گردانید. خوش به حال همو برادرهایی که چی در تابستان و چی در زمستان در مسجد رفته نماز میخوانند. البته کسی که
نماز در همسایگی مسجد است و نمازش در خانهش میخواند، این نماز قبول نمی پیغمبری خدا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این حدیث صحیح است. نیست نماز از برای آن کسی که اگر در همسایگی مسجد زندگی کند و در خانه نماز خواند. زمستان، تابستان، همه حالت در گردن ما نماز با جماعت سنت مؤکده هست، باید که ما و شما ترکش نکنیم. اگر ترک کردیم ما و شما گناهگار میشویم. این گناهگاری هم کاری هزل نیست، کاری آسان نیست. همه مسجد امروز خنک است. السلام علیکم داملای محترم. یک برادر اسلامی 7 پاره قرآن را ختم کرده، به پاره 8م شروع کرده است. امیدوار یک کف دعای شماست. التماس در همین جمعه در حقش یک دعای خیر کنید. با احترام برادر اسلامی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان باز هم علمی لدون و ذهن ذکی، علم نافع، علم با عمل و حفظ مکمل خدای مهربان با این بنده خود نصیب بگردانی و به تمام آن میخواندگی هایی که دارد عمل کردن در خدا موفقش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین زمان. من میخواستم از شما بفهمم که آدم های هستن که میگوین که خدا زده باشو اوراق زده نه. باز میگوین که در پشتش کدام اوراقی بود است که او با فلان بلا گرفتار نشد. من با آنها میگویم که شما نادرست میگویید. شما چی میگویید؟ در آخر در حق شما یک فکر کنید. میگوین که در ما و شما که خدا زده باشه اوراق زده نباشه. وقتی انسان خدا زد دیگر ارواح او را مددگار میشود. نختون یک همین سخن گوش اندازید. از همه مشکل ترین خدا زدن است. وقتی خدا کی زد از دست ارواح چی می آید؟ این مثل همون سخنهای ما و شما که از جامون میخیزیم یا علی شیری خدا گفته مثل شیعه هاواری. ولی بسیاری از ما و شما همین عادت داریم از جامون که خیزیم یا علی شیری خدا مدد کن. این کفر است، این شرک است. از جات که میخیزی یا الله مینشینی یا الله پیرا مدد کن. پیرها مدد کردن نمیتونند. خدا مدد کن. اینا هست. باید این کلمه ها باید از زبان ما و شما دور شود. این هم به منزله امین است. پیرها مدد ما میکنند. اگر ما و شما نزدشان رویم تعلیم گیریم، تفسیر قرآن خوانیم، تفسیر احادیث ها خوانیم، مدد از همین خودش یاردم کردن از ثواب میگیرند. لیکن از اونها مدد طلب کردن ما حق نداریم. اگر خواجه شود از بنده راضی، و او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو ناراضی شد، اگر خدا که تو را زد، دیگر دنیا و قیامت در تو هیچ دوست برای خودت یافته نمیتانی. حضرت گفتند. همین مسئله را هم خیلی با دقت باشیم. علی شیری خدا گفته از جا خیستن، از حضرت علی مدد طلب کردن یا باهودین بلاگردان، اینا که از ما نیست برادرای عزیز. اینا از اسلام نیستند. خیستین الله گفته از جاتون خیزین. نشستین الله گفته. هر کاری دا که شروع میکنین به نام الله گفته شروع کنین، انشاءالله برکت میابین. استاد عزیز، همین 4 مصرع خطی که من نوشتم اگر در درآمدگاه مسجد می نوشتید از ما تبرکانه خوب میشد. بسم الله.